بچه سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. امروز میخوام برم سر یه پروژه‌ای که توی زمین گلفه و میخوام که همراه من باشید. واسه همین سایه سبز زدم. یکم امروز حس میکنم شبیه اون دختری که تو عشق ابدی یه سایه‌های آبی و نارنجی و اینا میزد، شبیه اون شدم. سفدا، شبیه سفدا. ولی واقعا از نزدیک خوشگل. حالا الکی مثلا میخوای خودتو قانع کنی که شبیه سفدا نشدی. با گوشوارم هم ستش کردم، سبز زدم که مثلا میریم تو زمین گلف ست باشم. ولی خب بیاین الان بریم، میخوام تجهیزاتی که دارم میبرم و بهتون نشون بدم. 2 دقیقه پیش حدوداً پیکم هم رسید. قبل از اینکه برم اونجا رفلکتور سفارش دادم، رفلکتور گودوکس 5 کاره و اونو حالا توی ویدیوهای بعدی براتون آنباکس میکنم. الان چون خیلی یهویی و به شدت هم دیرم شده نمیتونم دیگه. بعد یه چیز دیگه هم که هستش اینه که چون دارم سلفی میگیرم واقعا نمیدونم باید به کجا نگاه کنم، چون اینجا نگاه کنم فکر کنم چشم چپ بشه، و اینجا باید به خودم نگاه کنم که اونم حس می‌کنم یه جوریه. حالا anyway بیایم بریم که اینو بهتون نشون بدم. وسایلی که دارم میبرم که اونجا رو زمین ریخته و فکر میکنم که روز باحالی بشه. بچه‌ها من بدنه دوربین، لنز 2405 و 70-200 هم برداشتم، میکروفونم برداشتم، ولی میدونم که شارژ نداره. میخوام ببینم تو راه میتونم بزنم تو شارژ یا نه. یه فلش هم برداشتم و 2 تا این چترایی که اون روز براتون بازش کردم، آنباکس کردم تو ویدیو قبلی، و این رفلکتوری که بهتون گفتم همین الان باز بشه به دستم رسیده از سایت بوکلند، نمیدونم همچی چیزی بود اسمش. از اون سفارش دادم، خیلی سریع رسید و واقعا دمشون گرم. اینه. حالا براتون سر فرصت آنباکسش میکنم. البته الانم باید از این تو درش بیارم، میخوام ببرم، ولی خب بذارین. عزیز دلم بچه ها، من اینو 2900 خریدم و فکر میکنم که خرید قدیمشون بوده که انقدر قیمتش خوب بوده، چون که الان خیلی گودوکس گرونتر شده و تو سایت های دیگه هم دیدم از اینم قیمتش بیشتر بود حقیقتا، و فکر میکنم خرید قدیمشون بوده باشه. پس بذارین الان که دارم بازش میکنم کامل بهتون نشون بدم دیگه. برش میداریم. قسمت مشکیشه، اینا قسمت نقره‌ایش، و اینجا زیبشه که باز میکنیم از 2 طرف، این ور سفیده، این ورم طلایی، و اینم که خودش ریفیوزرشه. خب حالا بعدا دوباره مجدد براتون باز میکنم. خب رسیدیم سر لوکیشن. اینجا قراره عکاسی کنیم. یه زمین گلف خصوصیه، ولی فکر کنم که عکسای خوبی از آب در بیاد. البته الان خیلی آفتاب شدیده، میبینی که دقیقا آفتاب پس کلمونه و فکر میکنم که اینجا هوا 40 درجه باشه، ولی باید صبر کنیم یکم آفتاب کمتر بشه. هم از سایه من و تو این لوکیشن، یعنی اینجا دقیقا دوستان یه چند تا عکس خوب بگیرم. وسایلم آوردم، بچه هم اومدن واسه کمک و بریم ببینیم چی میشه. من برم آقا بیفته برو عقب‌تر. یکم بیارید پایین‌تر. الان همینطوری.
درمان؟ نورش دادم بهش. درمان فکر کنم درمان و من درست میگم اوه این چه خوشگل شد بچه ها الان داشتم عکسامو چک میکردم، واقعا از نتیجه کار راضیم، واقعا راضیم، از نظرم خیلی خوب شدن. حالا یه چند تاشو میام اینجا بهتون نشون بدم. اینا که نیست اینه واقعا. میدونی یکی از لذت بخش ترین چیزا اینه که تو بری چرا باز نمیشه، تو بری عکاسی کنی و بیای ببینی که نتیجه کار خوب شده. اینا رو فعلا انتخاب کردم. آقا به نظرم کار در اومد جدی. این عکس همونیه که با فلش گرفتم و باحال شده از نظرم.